سلام دوستان، امیدوارم خوب باشه. اومدیم با بهترین مود گرافیکی GTA V، همونی که استوری کردم و گفتم کلا بازی رو عوض میکنه. خودتون ببینید. لودینگ اولیه بازی. من چیز بد معرفی نمیکنم. شما برید با همون MV تون با اون ریداکستون حال کنید. واقعی شده و این جالبه که اون قسمت بالا عکس رو دقت کنید، حسین دیبا این عکس رو طراحی کرده، ایرانیه. این عکس ها تقریبا رئال شده، خورده واقعیه. حالا بذاریم بازی بیاد ببینیم. خب البته این الان زود لود شد، چون من یه بار قبلش وارد بازی شدم و تست گرفتم، زودتر لود شد. لودینگ های مثلا عکس های دیگهش، مثلا شخصیت واقعی مایکل ندلوک، عکس اون لودینگ فرانکلین اینا. خب همونطور که میبینید قسمت هود عوض شده، اون بالا قسمت پول و اینا رو مثلا میزنه درصد سلامتی. این مپ پایین عوض شده. خیلی هم افت فریم داد. من حداقل مثلا بالا 60 فریم میگرفتم، ولی با این یه خورده افت فریم کرده تا 40 و اینا. البته وی سینک روشنه، وی سینک رو آف کنیم ببینیم اون موقع چجوری. آره خیلی افت فریم داد، چون میگم کلا بازی رو میکوبه میسازه. درخت رو نگاه کنید که به بازی اضافه کرده. بذارید تنظیمات گرافیکی رو یه خورده من مشور برم ببینم چی به چیه. 1920 همش بریم بذاریم 2K بذارم، فکر کنم میمیره سیستم. رفلکشن اوکیه، درخت کم بهتر شد، میشه میکنیش کرد. نه این درختایی که به بازی اضافه شده خیلی FPS رو میاره پایین. اصلا بذار تو کی به کی. عشقه. اوکی موتورش رو نگاه کنید عوض شده. حالا ماشین در واقع ماشین ها واقعی شده، موتور واقعی شده، کل بازی تغییر کرده. حالا ما با اینا نیاز نداریم. بذارید اینجا بپریم تو شهر. تعداد درخت ها رو نگاه کنید، FPS دراپ رو نگاه کنید، 38 اشما. بذاریم بریم وسط شهر. پایین رو میبینید اسکوید گیم فصل 1 تبلیغات بازی واقعی شده. دوبل فارسی هم هستش بازی، راستی گفتم بگم. مود دوبل فارسی. ماشین را نگاه کن، پورشه واقعی. خب اینجا جالبش
سلام. نه همین ورد درش تمام مکانهای بازی قابل وروده. میبینید حتی این مود اینا هم باز کرده و میتونیم استفاده کنیم. بیر بخوریم پورنا. من عاشق آبجو پورنا هم داداشم وندیزر تو سری خشن خیلی زیاد میخوره. شد حالا ما بخوریم سرس بی آب چیه؟ آه بس کرد و داره میرخصه. چیکار کنیم؟ شد شد آره حالا اینا شد زیاد وارد نیستم. با چیکار کنم؟ چی شد؟ نمیخوام برقصی. دیوونه ای؟ آره در خوب میبینی حتی اینا هم به خوبی رعایت شد. اشما من اینجا رو خریدم. نه این برای من این رادار جدیدش رو هنوز عادت نکردم. حتی اینجا هم فکر کنم میتونیم واردش بشیم. چه شرکتیه؟ نه اینو نمیشیم. خوبی؟ سلام. سلام. این با این اگه درگیر پول شیم به ماست. چه صورت چی آقا اصلا تو اشتباه عوضی. اون وقت مردم به من میگن زیر تو رو ندیدم. بریم خونه باشه آقا ببخشید. مایکی ببین کی اینجاست فرانکلین. خانومشه. حتی لباس این هم باشه عوض خانم شده. دسانتا. همه چی خوبه فقط سنگ لباس مراقب فرانکلین هم عوض باش. شده. اشما تا حالا اینو دقت نکردم. باد داره میخوره لباسش تکون میخوره. بابا ایوه جی تی 6 نمیخوام. راکستا گوره بابات جی تی 6 رو اصلا ندادی هم ندادی. این تازه عالی شده. تکسچرها خونه اینم فرق کرده. فرش ایرانی. بله بریم بالا. جیمی و دخترش در چه حالی هم. یه سر داره با تلفن لاس میزنه. جیمی هم که فکر کنم با دوچرخه رفته بیرون. اینجا پنجره اضافه شده و نور داره میاد ازش. بابا اسمریزه ایوه. اینجا هم تقریبا همونه. تقریبا آنچنانی نکرده. میبینی خیلی چیزا اضافی هم رو مپ اضافه شده که حالا میریم یکی یکی میبینیم و تست میکنیم این چیه. اینم که کلفتشونه. سلام کلفت خانم. فیلم خانه روش چیز بود. چی بودش؟ صدا اوکیه ویدیو اوکیه. این دیگه باگه. این دیگه ده جیمی نشست رو ننش بعد رفتم تو من. چرا این چیه؟ سلام به جیمی دی. این دیگه باگه. اینو دیگه نمیدونم. درخت رو میبینی؟ حجم درخت. ساختمون چیه اینجا؟ بغلمونه بریم ببینیم چی به چیه. درش کو دیگه نگو اینم بازه. این چه شرکتیه؟ کتابخونه؟ نه فیزوکینگ هتل میتونیم بخریم. آره یه شب چی؟ اینتریور آپارتمان. سلام. ما با آسانسور باید بریم بالا. اوه نکن. چی شد؟ اینجا که باد نمیاد. این در لباسش تو کنیم چی شد؟
فرقی نکرد این لباس این دکترها یکی دارم میزنم به کدوم کار نمیکنه ولی علیکی پول دادم ساختم خریدم فهمیدم مهم نیست اینقدر پول داریم که از جلو برید کنار دیگه. مثلا نیازی ندارم من دارم غنیم چیه بنت بیا مثلا اوش این بدبخت نگاه کیو زده اینطوری پرتش کرده آره اوش اسم ماشین ها واقعی شده باورم نمیشه آها یه چیزی پیاده شد اینه چیه بازی ردد اسلحه‌های محدودی میتونیم حمل کنیم با خودمون میبینید دیگه عین قبل نیست یه عالمه با خودمون اسلحه ببریم چی گفت یه لحظه بغل ماشین بودم سویش داره آها بابا یه الان نمیتونه باز کنه حالا باز کرد پشمام بابا ایده حتی ماشین بنزینی شده ممکنه بنزین وسط راه تموم شه کلا بازی رو رئال میکنه اوه اینجا رو چه قشنگ مسافر کشیدن اوه با خواهر مهره مار داریم دل بریم وای خواهر ماشین رو اسپورت بخوام بکنیم چجوری در میاد اینجا خبر آخریشون خیلی واقعیه این ویدیو فکر کنم یه ساعتی بشه حجم این ویدیو بالا میره حالا کی بتونم آپلود کنم خدا میدونم اون بذاریم زیرش آره گرونه پول دارم چی گفتم؟ تیلیار دارم البته فقط تو بازی دیریت هم اضافه کردیم البته اون بر به کیلومتر داره میزنه این بر MPH میشه از کدوم بانک هم میتونیم بابا اصلا تازه اینو ماشین گفت کنم نبرم بوواتی نداره بانک میتونیم سرمایه گذاری کنیم چرا؟ ببینیم چکیم بانک سر در نمیاره نزنیم یه وقت سرمایه هم آخ اینجا داره گشنش میشه باید بریم یه چیزی بخوریم بذار این درم چک کنم این هم مثل اوه نمایشگاه موتور فروشی بابا نکن من قلبم ضعیفه واو دیگه این دیگه بیش از حد بازی واقعی شو زندگی رئال من باید این رو پول بدم بخرم من بخوام خیلی راحت میدوزم حالا نمیدوزم ما حروم خواه بیستیم سلام این چه اینجا آویزونه چرا فردا چه این کاری؟ رستوران گشنش شده یه چیزی بکنیم چجوریه واکنشش حالا یارو اومده بود منو تلکه کنه گرون ترینه چیه؟ آها اوه خب ای چی میگه هی میگه ایو بزن آن داره میخوره ای و بابا ایو هر دفعه که میزنیم میخوره چی با شیشیم ساندویچ چیه اوه اینه بکنم این چی پیتزا یه تیکه
مسخره ازش کم میشه؟ نه اونو دیگه تعریف نکرد ولی هم یه ذره گوشنش نه حالا هر وقت داشت میمرد دیگه میایم یه چیزی میخوریم این باشگاه بدنسازی بابا این که داره رو ترپین میرخصه دیوانه میشه اون چشمای کورتون رو پاک کنی؟ کوری دارم باشگاه چجوری میشه همین که اینجا درگیر نشونه یه روز تمرین ده یه ماهه 45 گفته اینجا با این باشگاه بخون بریم باید یه ماهه یه تومن یه نمی این پول بدم باید بکنم از اینا چجوری میشه استفاده کنم آها اینجا باز شد پشما اسپیس رو بزنید دراب نشست شنا میره شنا کم میاری اون هنوز از ما ترکیده میخواد فرار کنه دیگه بان کرد آها هر خود اینا با هم فرق داره میگه گرم میکنه مثلا میگه این چیه برای نه در حال ویدیو اوکی این دراز نشست تونتون چیش که باید تبیل بردیم اون بکن بلند شو نرینی دونت بالا بیا ترتمی یه دونه ترتمی برای ما اینم دو ترتمی خاموش میدونه حتی اینا هم تعریف میکردیم کار کنم ولی واقعا دمه سازندش کن درد و ولش بخون توی سر راکستارون دن حوزه و سم حوزه با این بازی ساختنشون نه روی یوگا بازی نگه چیزایی که میگه نخورده اینو معلوم نیستارم چی میگه چنج آها 100 کیلو بزن روز اول 100 کیلو بود تو کور بازی نداریم بابا حالا یه سیست میگیره انگار حالا شده اشتاق میکنم به این از ما میترسن نمیدونن از در کارشون داره مثل دیوار خب نمیدونی به دیواره کوری مگه دیگه به این نخوری به این بخوردم برو اون در خب میخوام رد شم آره دنبال دستم گنده ای یه دقیقه واسه من اینو عدب کنم آرش رو بنده اینو چی میگی؟ کدومتون بودیم؟ جفتتون میگم استقاله قهرمان بدنسازی من به اینا درگیر شدم تو چی میگی؟ بالا خواشی؟ بخوری؟ اینو دیگه ببخشید دستم خود تو هم درگیر میشی حتی این NPC ها اصلا جدیدن من ندیدم پیش خودم اینا رو اونا هم باسته و من برم سمتشون اونا هم منو بزن خب اینم باشگاه که رخکن داره همون نوه دستشویی داره بابا یه انقدر واقعیت بریم بیرون دیگه
وقتمون اینجا تلف نکنیم. برو بیرون. سلام. ماشینمون بود. نه خب نه اینا شما نبود اصلا. ماشین خودم کدوم بر گذاشتم. خیلی خفنه. آها اینها یه بازش کنیم. بیپ سلام. بابا خیلی ریختیم. اسکوپیسه چرا رفت نکنیم. یه کجا بریم. کن بنزین چیه کدومش یه کافه استارباکس قهوه. او نمایندگی عادی. نکن نگو نکن. که اینجا یه رستورانی لیپتاپ. میشه تنظیم کرد. خوبه اینجاها خونه ها عوض شده. بابا بازی نبوده. اوه FPS نداره. این که بازی رقم اجرا میشه برای این مهم. کجا برم؟ اینقدر چیز میز اضافه شده واقعا نمیدونم چه غلطی باید یا باز یه خواباره دیگه هست. آره ماشینه گفتش میکنم نتون میتونی حالا اگه خواستی واسه بغلش یه عکسی چیزی. خیلی خالیه. باید اینجا پر میبود حداقل یه حالی بکن. برقصی کوکتل بگیریم. مارتینی چهار طبق معمولا یه شیشه مارتینی مست. یا باید سخنه رو توی پارتی میرست. بخور دیگه چند شاته بگه قسمت آهان هست. باز گشنش شده. این یکی نه چیه خسته است. خوابشه چیه چجور باید بره. این از اون سختره از رقص سنان رسو اینا. یا آبنفت این نیزیشه تازه. نه نکن. نمیخوام سخته. برو بابا خیلی سخته. از رقص چیز سنانرس سختره. اگر اون ماشینا بالکن میفه اضافه شده باشه اونو بول آها راست اینجا ایستگاه اتوبوس واسیم اتوبوس میاد واقعا. هی چه خبر سیاه؟ سلام. 4 ایستگاه چی؟ الان مثلا همینو بزنم. آها سفر کرد. نمیخوام آخه ماشینم رو بردن گفت کردم خوبه. همونجا که سوار شدم همونجا پیاده شدم. اسکولی؟ ای بابا ماشینم اینجا بود. مردی که ماشینم کی بود؟ مهم نیست. اینقدر داریم که البته ما که میرسیم. این گاراژا چیه؟ ماشین فروشی. اینجا نمایندگی پورش. تسلا نداره. من تسلا میخوام. داداشم مهرانم که تسلا دوست داره. بسته است. آره شبه چون شبه بسته است. نمیشه این پس کی بود اون تو نشسته بود؟ تسلا! گفتیم تسلا مدل ایکس هم هست. آره اشوان تسلا باشه بدم
چاکریم. منتظر فصل سوم انسان مقابل طبیعت هم هستیم. به شدت منتظرم من خودم. آهنگو آها راستی قطع کنیم کپی رایت نخوریم. رادیو ایرانیشه گفتم بگم ببینیم. راستی ما روی این بازی موده اینجا چیه بنزین مود لیبرتی سیتی هم داریم که مود لیبرتی سیتی رو همه دیدیم دیگه نمیزونم فقط اینو ببینیم و لذت ببریم. تسلا مدل ایکس داغون شد. البته اینجوری نیست تسلا مدل ایکس مانیتورش فقط این یه قسمت جلوشه اینطور بیوازی نیست. او تا عقب هم میشه برگشت. ماشین برقی صدا نداره. آقا نکن چه خوبه. باش مرا ما اینطوری سرعت میریم. وید بریم وید بکشیم. گل فروشی بابا گل فروشی اضافه شده. گل فروشی اینقدر شیک. گل پلاس هم مدل اس بابا مدل ایکس ها. گوشیش آیفون سامسونگ نه قرار نبود گوشید سامسونگ شه. نمیشه تغییر کنم گوشیشو گوشی آیفون براش بخریم. سام حال نمیکنم حداقل یا آیفون یا شیائومی سلطان پرچمدار اصلا ماشینی که بود بخوام گفت کنم رنش این یکی این برای من میزنم. آها این واسط بقل ما ماشین گفته گفت کردم شما صحبتم تست کردم بابا گفت اینا کی هن دیگه آخه؟ گل فروشی هم بسته بذار صبح کنم شبان هم اینجا میبندم 8 صبح شکم ناشو دادم روشنش شد. مأموریت نمیخوام الان مأموریت به ما نده. کی میره این همه راه رو؟ چه ماشین نمیخوام مأموریت به ما نده. گل فروشیش از کدوم بره؟ باز نکردم. میدونم بابا میدونم گل نمیشه خرید. گفت کار کرده بود عجب جیگریه. باش برام بیا اینجا زندگی کنم. میگن تسلا خوبه. زدم اون داشت دنبالا میدونم اوه نمایندگی بنز. کاغذه چیه اینجا روی نقشه. خیلی راحه تا واقعا بخوام برم یکی آفیس شرکت چه شرکتی حالا نمیم میزنیم تلپورت شیم. توی شرکت آوردی؟ پشته با چرا خب از پشت میاریش؟ فکر تو میتونه فرار کنه پیداش میکنم و خسارت آموزشگاه رانندگیه. آره اوه کارت گرافیک هم دماش رفت بالا. فنه کارت گرافیک به کار افتاد. غلطی کردم زدم. آره داره امتحان رانندگی میده. ولکن بابا رد شدیم. نمیخوام آقا غلط کردم. بچه‌ها نظرتون چیه فردا بعد مدرسه بریم سینما؟ امروز اصلا حوصله ندارم. نمیخوام
آره صدا کارت گرافیک هم در اومد. بذارید پس این چقدر گم شده. نه اوکی داره خونک میده. از توچه بریم رو 1080. فشار آنچنانی نه یا اینم FPS هم بخوره. صدا کارت گرافیک در اومد. خب دیگه این چیه تاکسی؟ آره تاکسیه که تاکسی DJI تاکسی میگرفتیم. بریم لب ساحل شرطیش ببینیم چه وضعیه. کجا آوردی؟ ترن هواییشه که همه سوار شدیم تا همین چرخ فلک. دستگاه دیگه شد نمیشه سوار شدیم. این سوروت آزاده چی؟ تغییر همچنین نداشتیم اینجا. کشتی اضافه شده. آقا ایوه ویدیو در چه وضعه؟ چه آبش تغییر نکرده. دلفین اونجا من دیدم زیر آب. کیفیت آبش تغییری هم نداشت که بهتر. یه بار برداشتیم 4K کردیم کیفیت آب اصلا طبیعی نبود. کف اقیانوس معلوم میشد حال نمیداد. طبیعی نبود. دیروز روز بعدی برد. سلام. به نظرم میتونست بهتر از اینا باشه. اینا کیه؟ نمیشه پیش اینا نشست. سلام. چه خبر داداش؟ داداش اصلا نمیدونی بسی بود. بگو که میتونم برونم سوار شم. چی شد؟ توی کشتی هم طراحی. اینقدر شلوغ بود نمیدونستم. نظرتون چیه؟ یه دونه خوردم بهش. ببخشید کشتمش. هی دما میره بالا پایین. فنا شروع کار میده. اون قسمتش کجا بتونم برم رانندگی کنم؟ این هی صدا فن میره بالا پایین. یکی اتاقاشه. این جایی نداره. اوهو همون دستشویی. این ورشی واو رو تختم هست. آها 4 سال جالب. تختش هم پس واقعیه. بابا رانندگی کجا باید برم؟ الان بالا بودم. اینجوری نمیشه. میریم اینجا. بعد میام اینجا. بعد میام اینجا. در نداره بازم. آره کلی شده بود عامل خنده. این دیوونه فکر کرده برای ما مهمه. دیدیم. وای ولی فردا امتحان داریم. سوار نمیشی برونی راه بندازی. من این همه دنبال اینجا گشتم آخرم رانندگی نمیکنم. خاک بر سرت.
دختره رو دیدی؟ دلم میخواد چند روز دیگه چجوری برم ای بابا صحبت اینجا کرد؟ نمیشه خارج شیم میخورم بهشون میترسم دیگه. خب اینم یه کشتی هم اونجاه. او اون دیگه تایتانیکه. بریم به سمت اون یکی دورتره یا او هم گوشنش هم این یکی نمیدونم بغل اون باشد چندباره چیه چی گروز باشه جان اومدی دکوریه نمیشه رفت تو اینو باید من کشفش کنم باش دهنتو سرویس کنن. ببخشید. بیا اینجا ببینم طوله، بیا ببینم وایسا. وا اینا درگیرم با خودشونم. چیکارت کردم مگه؟ اینجا هتل ماننده. شب اینجا رو ببینید چی میشه. این همه کشتی. چرا آشی خورده حالا باشم جالبه. وات چی شد؟ آها از گشنگی مرد. بابا دیگه این واقعی از گشنگی مرد. باش میرفتیم سریع یه چیزی میخوردیم. ندارم ما که حالا با مود داریم بازی میکنیم یا دقیقا و اینا هیچیش نشد. اصلا از گشنگی تلف شد دیگه. اینقدر این بالا چیزی اضافه نشده. بیشتر وسط سطح شهر که اضافه شده. آها اینجا هم فکر کنم بندرشه با کشتی میتونیم سفر کنیم. حالا اونم میریم. این من یه بار دیگه این مغازه کجا بود؟ کجا؟ اینجا ببینیم باز شد. باز چرا از پارکینگ یواش درش چرا کار اینجا زدی اینتر بابا یه خورده خرید این چیه مرد عکس کل است مردش معیوبه چیه عصبیه. رفتیم تو. آها تعطیله من گل میخوام. آها کار کرد ویب. آها تماشه چیت پیسش لنه. حالا همه رو یه تستی میکنم. آها میخره. چجوری میتونیم اینا رو بعدا استفاده کنیم؟ آهاشو خرید. سیگار یه همین اینجا نمیکشه. ندومه واقعا ندومه. چجوری میتونیم مصرف کنیم؟ یکی دکمه رو بزنیم این چی بگه چی. نمیدونم چجوری میتونیم مصرف داشته باشیم.
داداشمون معتاد باشه. آها یه لحظه پشمام ریخت، اشتباهی دستم خورد به F11 سفر کردم و بله کرش بازی کرش کرد. ویدیو داره ضبط میشه. 40 دقیقه ویدیو شده. زدم سفر کرد به لیبرتی سیتی، چون حالا با این مود اختلال داره بازی کرش کرد. یه بار دیگه باز کنیم جای دیگه هم ببینیم و ویدیو رو قطعش کنیم. 40 دقیقه خیلی شده و میدونید دیگه با این سرعت اینترنت ایران آپلود کردن سخت. فیبر نوری هم جواب نمیده دیگه. از کات خارج شدم بیام پایین تر صندلی. کرش کرد. لودینگ جدید نمیاره همونه. ما خریدیم سیگار و ویپ و گل و اینا، ولی نمیدونم چجوری میشه استفاده کرد. عجیبه. چرا ویش برعکس شده؟ آها مثلا ایش این که شخصیت چیز وایسیتیه. همش هم حسین دیوا زده عکس‌ها رو طراحی کرده. اینم که خواهر CJ مگه نبود تو سن‌آندرس؟ همه رو قاطی کرده. ای تو سطح شهر بگردم بازیگر معروف هالیوود رو نمی‌بینم. برم هالیوود انقدر واقعی بعید نی اونا هم طراحی کرده باشن. تامی ورسیتی چی میگه؟ اینو میگفتم ندلوک. چرا کرش کردی؟ ای دستک کرش نکن. 2 دقیقه بزنیم چه غلطی باید بکنیم. شو خب اوکی. این همه من کار کردم چیزی نیست. کجا نشه بودیم؟ بذاریم آها اینجا. فکر کنم بندره و آره یه جورایی میشه چیز کرد. رفت یه شهری جای دیگه کار نمیکنه. آها فکر کنم با ماشین یه ماشین بیاریم. اون ماشین راستی اسپان نکرد. چقدر ماشین اضافه شده. ماشین های واقعی. آستون مارتین، بنتلی، BMW، بوگاتی. آره بوگاتیش هم واقعیه. اسپویلر عقبش واه کار میکنه. بابا نکن. چقدر چیز میز دوش سلطان دوش. من میزه کجای ماشین تو بردن بداری. خیلی چیزا به بازی اضافه شده. FPS 70 یا FPS رفت بالا. لامبورگینی خیلیه نمیدونم واقعا خیلی اضافه شده. حتما این برم اضافه شده. آره این برم اضافه شده. همه قسمت ها. ییت به اینجا بریم اینجا باز کنیم. آره این باز شد. میتونیم با کشتی سفر کنیم. چی باید بزنیم؟ ای. آها این رفتیم لیبرتی سیتی. فهمیدم این هست. نه برگرد. لوس سانتوس کرش کرد. دونستم باباست اینجوری میشه. این چیه باز کردم.
ویدیو چقدر 44 دقیقه. حالا یه ساعت نمیدونستم دوباره میخواد چیز کنم. مسخره مزخرف آشغال. بذار بزرگ شد اصلا میده آدم ها. اوکی یه ویدیو و که داره ضبط میکنم. اونجا وب خریم نشد بکشیم اینجا میکشیم. این مورد رو راستی به داش علیرضا هم دادم. حالا علیرضا گفت من میترسم نصب کنم بازیم خراب بشه و دیگه اجرا نشه. حالا نمیدونم شاید اونم بتونه نصب کنه و یه ویدیو بذاره توضیحات بیشتر بده، ولی حالا ما هم داریم ویدیو میذاریم دیگه ببینیم چی میشه. الان میگم پسری که وب میکشه مهره ما. دیگه حواسم باشه این چیه؟ پورشه است؟ نرم دوباره لیبرتی. خب جایی از مپ که ندیدیم. بانک رفتیم لباس فروشی حالا جدید اضافه شده، چند تا لباس فروشی هم. حالا اونم میریم ولی لباس فروشی دیگه. 2 تا باشگاه اضافه شده، ما نمیدونیم کدومش رو رفتیم. فلادلفیا گلف، این که مسابقه ماشین، اینا که چی؟ اینا که ماشینمونه. پلن چی اضافه شده؟ اونم میریم یه چک میکنیم. خونه نمیشه خرید به جز خونه اصلی خودش. کف فروشی دیگه چی اضافه شده؟ اینجا بریم هواپیمای اضافه شده چیه؟ همه رو میخوام براتون ویدیو بگیرم دیگه تست کنیم چیه این. خب اولا الان بزنم تو سرت از پشت بوننو میاری اسپان میکنی. دو سال هواپیما هم واقعی شده. هما نداره ایرانه ای دیگه. همایی نه امارات ایری درش. خب کو من اینجا اسپان کردیم وقت تازه که اومدم این ور در رو با میکنه. آها این داخل فرودگاهه. کی بوده بیشون حالا اینجا دقیقا اینجاه این چیزش. حالا نمیم ما چی کار کنیم. بلیت بگیریم. چطور خانومی؟ سلام. خانم بلیت رو نمیدونم کجا بره کدوم ور بره. بیرونم میایی دنبالم؟ نه چی دیگه اینو چی کار چه خبر رفیق؟ فکر کنم هفته بعد باید یکم خوش بازو کار. نمیدونم چرا بدنم خوب باید. چیه؟ ازش شد. آها اینا چیه؟ اینجا فکر کنم یه غلطی میشه. بانکه ای بابا واسه دیگه این گفت را میری. آها آره سفر. چی؟ Go and pass security gates. از گیت رد شو پاس تو تحویل گیت بده. خب گیت کجا؟ بابا از جلوم برید کنار دیگه. الان از گیت رد شدم. تو سوراخ مشک قیم شه. بیا
چیکار باید بکنیم؟ این گیت کجا رو گفت دقیقا من نفهمیدم. آقا بالا اومدیم. گیت کجاه؟ من از کجا باید رد شم؟ اینجا حتی میبینید مکدونالد اسما چیزا هم واقعی شد. خوش نشنید اینجا چیه فروش بود؟ این تیزی تالا 100 نفر سالک شیرازی کرده عرق میخوای صدیه گوش باشی ترسیدی چی جوجه میفروشه؟ این چرت بود میخری. خب چجوری میتونی بخوری؟ من نفهمیدم آخه. دوستان من نمیدونم باید از کدوم گیت رد شم. اومدیم تو توالت. سلام. گفت از گیت رد شد دیگه سفر کی بیشرف شروع میشه. اسموکینگ رومه. این چیه؟ من نمیدونم. اینجا الان به این پلیسه باید ای در چه حالی؟ فردا صبح محموله رو بار میزنیم و بر میداریم تا ظهر بعد تا رو تحویل آقا خب زیر بزن یه جای مپ و علامت بذارم. تبلیغ بنزه یه جا علامت بذار که من بفهمم چه غلطی بکنم. اینم که باز میره توی چیز. من از کجا اومدم؟ فردا میخوام برم ماشینه رو بگیرم. بله. نمیدونم واقعا. الکی اینجا داره وقتمون هدر میره. Go and pass the security gate. از گیت رد شدیم. این که باز خارج میشه از فرودگاه. اینم همینطور. چه خبر؟ چش خوشگله نشه رفتن یهو. بها هی معلومات چی کار کنم گیت؟ ای بابا فرودگاه خلوت شد. من نمیدونم چجوری باید حرکت کنیم. نمیدونم واقعا که مغزم نمیکشه. نظر چیکار کنم دیگه. یه جوری بریم خودمون داخل فرودگاه یه هواپیما سوار شیم اصلا میتونیم کاری کنیم. این هنوز اون پایین نوشته برو به گیت. چیزامون عوض کنیم. چی شد؟ آقا یه دونه سوار شو حالا. من 2 ساعت دریافت کرد. یه ما تکاف بودن حدیدی شده. آها راستی اصل کاری رو یادم رفت بهتون نشون بدم. هر کاش یه چیز بهتر سوار. این که ساختمونی که روبروش داریم می‌بینیم رو می‌بینید همون ساختمون نیمه‌کار هست. اینجا تکمیل شده و چی شده؟ خیلی چیز نکنیم حالا بهش. حتی این اصفهان کم واقعی شده دیگه. اصفهان
هالیوود وینیوود شده هالیوود. اینت دیر دیگه واقعا که اینقدر طراحی با اقوام میشه بهش رسید. منطقه 51 هم طراحیه یه همون اطراف منطقه 51 اینجا الان همون نشرا میرم. آره صدا آجیبش داره. من فرار کنیم که الان دیتا رو میندازم دنبال من. اینجا ها بیا فرار خاصی نداشت. آچار فرانسه چیه اینجا؟ ای باز اینم جدیده. که واقعی بود الان این حیوان باید کنم همین که مکانیکیه؟ بارم بکنم ماشین بیار. ولی واقعا دمشون گرم. ماشین اضافه شده خیلیه. نگاه کن اصلا باورم نمیشه. چرا موتور تو قسمت ماشینه؟ نمیفهمم که چیه تو موتور. سرش که ماشین ها خود بازیه. چیه؟ توش رانندگیش هم حتی خیلی واقعیه. آها ماشینتون خراب نیست. آره رانندگی باهاش هم اینه طبیعیشه. خیلی سخته. ماشین بد راه داره میره الان. او نه اوه هواپیما رو ول کردیم اینجا صعود کردیم. چقدر ولی واقعی این بازی. یعنی الان واقعی شده. واقعا نمیشه این حجم هست. طبیعی بودن و واقعیت. بریم راستی اینجا یه چک بکنیم تلکابینش بریم تغییر کرده یا نه. ای بابا این همه گزینش نرفته که به گیت برو. ای داغون شدم. چی کار کنیم. عادت داری از رو پشتمون منو بیاری؟ نگاه چی رو افتادم؟ سیاف افتاد. این آدم باشه چقدر درخت اضافه شده. بودو تا اون نرفته. بودو خیلی درخت به بازی اضافه شده. پرسی که ویو رو عوض میکنه. ویوره خیلی درخت اضافه شده به بازی. 38 فرنگ. اینجاها که درخت زیاده افته فرنگ. بریم بالای کوه. اینجا زیاد تغییر آنچنانی نداشته. تاریک کنیم هوا رو. یهو مردم الان میگن چه شب شد. اوه هواش خیلی واقعی بود. رد رو میبینی ابر و آسمون چت میگیرن به خاطر همون مدل لیبرتی سیتی ها. دنبال اون چیزن سفینه که اینجا ظاهر شد. ساعت باید دورتر سرس
باشه. سفینه فکر کنم هست بودم. چرا؟ چون بازی واقعی شده. سفینه کجا بود؟ چون بازی واقعی تر شده. او باز راستی گشنه شد. بودو تا نمردی آب و هوا رو درستش کنیم اول. پای من درست کنیم همه جا باز باشه. بودو تا نمرده خودش رو به رستورانی برسونه. رستوران کو؟ رستوران باز نشده. الان میمیری خب بابا نکن. ای وای رستوران. الان میمیره گشنگی تنم نمیشه میگه اوه چه جایی هم انداختش مکنون پول نداد. من چی فیلم میگیره حالا یه پریش کردم از بالا چرا از وارد آشپزخونه شده. بابا غذا بخور الان میمیری. برو اون ور گشنم دارم میمیرم. بیگ مک بده. ببین امروز آرایشگاه بودم آقا عربان تیم ملی بوکسم ریقو بخور غذا تو گشنم. وای چی کار کنم الان؟ ببین بلم کن گشنم سگم پاچتو میگیرم. یه ذره گشنگیش برطرف میشه. دست با چلفتی چجوری قشنگ سیر شه. چیز بزرگ بگیر سیر شه. بازم نفهمم که بغله چیزشه گشنگیشه. خدای من احمق دست با چلفتی سیر شد گشنه شه. احمق نادون چیه؟ آها خوابشه. پس اون کلهه چیه؟ روان و اعصابشه. احمق دست با چلفتی یک پدری از تو در الان بذار گشنگی برطرف شد. چقدر دیر چیز میشه آخه. من چی بخورم؟ خب بیا این ور احمق نادون بده سگ. مگه من با تو شوخی دارم؟ اینو چه پیرزن بدبخت رو کشت. یهو هم گرده اون ور اونو میزنه. خور بخیر برو بیرون بینم. اوه چه رفلکسی رو زمین. واقعا خفنه. بذار این ساختمونه اینجا هم یه تستی بزنیم میشه واردشون شد. مثلا هم نیسمان او آبشاره اینجا راه افتاده. اینجا آبشار نداشت. نماشون راه افتاده میشه وارد این برج عظیم شد. در نداری؟ اینجوری اگر نشه که اینجوری دیگه باید بشه. آره اینجا چه خبره؟ این که پارکینگ تو اینا یعنی طراحی نشده. او تبلیغات هست چیز اضافه شد نمیشه واردش شد. آره طراحی نشد. خب دیگه فکر نکنم جایی هم چی کار میکنه که درست نداری؟ ولی خیلی خوبه که قشنگ بابا به چخ رفتم سال برجا همه تکمیل شده. خیلی چیز باحاله. یه دونه دیگه
چیزی اضافه نشده. آها اینجا حالا یه سری بزنیم. ای داغی میشه بده. این که لباس فروشی هاشون همونه، ولی فکر کنم مدل لباس ها عوض شده. یعنی یه نگاهی بندازیم. آره یه خورده عجب تر برنده لباس واقعی شده. آره اینا هم تغییر کرده، همه چیز واقعی شده دیگه در واقع. الکی چیز نشده. KFC بازم روش نشه. KFC یعنی خب مراقب باش. وای نه لعنتی. چیزی بده بزرگ باشه سیرش. خوش اومدی. آها این خیلی سیرش کرد. این غذای خوبی محله های گنگشون. آها راستی یه جا مونده که اونم بریم دیگه. ویدیو رو خیلی طولانی شد، ویدیو رو قطعش کنیم. کجا بود؟ آه نه اون پشته. باشون ببینیم اگه باشون درگیر شیم چه اتفاقی میفته. این این زیاد چیز عجیبی نبود. اون بنزین انفجار واقعی بود. بذار یه خورده از اینجا دور شیم و یه ماشین بنزینی بریم بنزین هم بزنیم. اینجا جا آخریه که میایم اینجا کنم. جای خیلی همه جامعه. چون الان فکر کنم بنزین داریم. نه میشه. آره خودش هم زده بنزینتون پره. آره فعلا نمیشه بنزین زد. خب خیلی سخت رانندگی با اینا. این واقعیه رانندگی هیچ این ماشین داخل بازی نی. یه خورده کار رو سخت. اینجا هم داخل تریلر بازی دیدم. این مود دیدم مثل که قابل استفاده است، ولی حالا از کجا چجوریش اطلاعی ندارم که درد ندارم. اینجا در واقع استادیومه و میگم دیدم ویدیو رو مثل که اینجا میتونیم بیایم فوتبال ببینیم یا مسابقات دیگه، کشتی بوکسی به اینجا مثلا اگه برگزار بشه. میگم نمیدونم در ورودیش کجاه. از جلوم برید کنار دیگه. پیداش دارم اونجایی که دختر مایکل اومده بود برای استعداد یابی. اینجا فعلا خبری نیست. فکر کنم بعضی وقتا برنامه داره. این چی میگه؟ آها چیز رو برداشتیم برای آتش نشان. نمیخوام چیز آتش نشان. اون وقت با این فرق داره درب وارد استادیوم شدنش. نمیدونم اشتب کرد.
کردم یعنی میگم خیلی تغییرات داره نمیدونم با چجوری باید برم از اینجا چیز شد سلام 22 من خبری نیم گرده ورودیه میشه اون چشمای کورتون رو وا کنید؟ استادیومو پیدا نکردیم خودش هم حب شد آره اینجوریست بذاریم دیگه ببینیم جایی رو از قلم ننداخته باشیم یه وقت نه مکان خونه است یا شرکتی آها این سالونه باز گشنش رو پایین بردیم جلو چرا اینطوریه آره هم گشنشه دیگه چی شد باشه حالا باشه. آها درصد خوابش اوه ضربان قلبش داره میاد پایین آقا نمیخوام جواب اینجورش که داشت من سر برمیم ولی بذاریم بریم حالا بخوابیم بریم واکنش چیه مشکو چرا ضربان قلبش اومد پایین چرا اتفاقی گوشش بودو باز گوشنش هم شده آخه نمیدونم اوه توپی سلطان توپاک عکس رپرها اسنوپ بریم بخوابیم هم گشنشه هم مثل اینکه عصبیه هم ضربان قلب چرا اومد پایین نمیدونم سیو نمیخوام سیو باید بکنیم حتما اینجوری بخوابیم حالت خوب میشه شکم گشنه خوابید بدبخت او قلبش این یه چیزی شده هورمون نکشیده آها نه درصد جونش رفت بالا نکنه درصد جونش با این پرشه اما کم میشه یه تست کنیم پلیس داره دنبالشون میکنه اینم واقعی بود خوشم آمد کنم با هر ضربه‌ای که میخوریم جونش کم میشه کاری نداره ما مثلا رمز جونی نمایت کنیم به چخ رفتم ولی باز گوشنشه بابا چقدر تو گوشنت میشه چیکار کنیم تو انقدر گوشنت میشه یه چیز جدید اضافه شد الان که من دیگه میخواستم بازی رو ببندم این چیه الان اینجا اینم چک کنید چرا هی از بالا پشت بونش میاری سلام میشه خرید وا اینجا مثل که یه ساختمون داریم فکر کنم اون اول بازی که خونه خریدم اینجا رو خریدم اون مشاور املاکی بود چی بود شما میدونم اینا کیه خونه کی بوده خریدی نه خوشم آمد خونه هم میشه خرید پس اینجا میخوابه خونهش اینقدر دوده
همونشوی همونش کار نمیکنم. عکسه فاتحه انگ نمیکشی تاتی شهر درست کارا گراه کارا برو اردای واین بود گرفته تا تلویزیون میشه. پس این طور رو که خونه هم میتونیم بخریم. جالبه واقعا. دمشون گرم. سازنده این مرد سازنده این مرد قاطی کردم من. برج هم حتی جدید روبرونو نه نبود. جالبه. چیه فکرم خوبی؟ چیه؟ سلام. ببخشید طوریت شد؟ نه خب نمیر فعلا. آره دیگه چیز جدیدی نیست. همه جا رو گشتیم واقعا ولی عالی شده. تازه بازی جون میره. همه سازندشون گرم. هی دوست بذار به این بنده خدا هم کنم. خوبه. امروز با دوستم رفته بودم سینما. این چیه درصد خنده برداشت؟ سلام. آره اینجوریه. این دیگه تغییرات و چیزایی که فراریه تغییر کرده بود. ماشینا واقعی شده. شهر زنده تر شده. واقعی تر شده. یا قابلیت خرید. مغازه های زیادی اضافه شده به بازی. خیلی چیزا اضافه شده. من هرچی میگردم فورد جی تی بود بوگاتی یا پارکه هرچی میگردم باز میبینی یه جای جدید الان چیه مثلا. ویدیو به شدت طولانی شد. هتل مانند رفتیم بالاش رستورانش چیز بالیه. وای ولی فردا من که امتحان طبق چی معمول در کار حال میکنی؟ آفتاب سلام ببینم گرفتنم. بیا اینجا حسابتو میرسم. بابا برون بازم. آره همین چیز حالا خاصی نیست. این پایین نمایندگی توریتا آها راستی ای بابا هی یکی یکی یادم میفته. این مغزم کار نمیکنه. خواستیم بریم هالیوود اونجاها یه دورداری بکنیم ببینیم اونجاها مثلا بازیگر معروفی چیز میبینیم. هالیوود کجا میشه دقیقا؟ اگه بخوام اسپان کنم خودمو اینجاها میشه دیگه. خونش بود. خونش چرا از بود از شد. آره همینجا یه پیاده یه دوری بزنیم. چه خبره؟ اینجا خیابان هالیوود شروع میشه دیگه. این ستاره رو زمین نه اسم چیزی ستاره مثلا اندی رو پیدا نمی‌کنم. که جستن نه دیگه اون ببینم مقدم خونه که می‌خواستی بخری و خریدی. یارو حواست کجاست؟ چیه؟ مغازه صنعت
کیه؟ همین دیگه خیلی اینم که بانکه دوباره وارد بانک شدیم. چیکار میشه کردیم؟ من نفهمیدم. نمیفهمم بانکش شد. کارش چطوریه؟ از جلوم برید کنار ولی دیگه. بذار ببینیم تست کنیم بانک میتونیم کاری کنیم. نه اینجا شده خاصی نبود. نه قابلیت دزدی از بانک داره؟ این کیفش چیه؟ نه خب دوستان و حال کرده باشین با یه ویدیو طولانی برگشتیم. خوبه گفتم دیگه ویدیو نمیگیرم گروه بابا راکستا ولی برگشتیم با یه ویدیو خفن و طولانی. چجوری میخوام آپلودش کنم نمیدونم. دیدین دیگه این مود به شدت خفن که اصلا میگم گور بابا ریداکس و نشوال ویژن و خوب شدم. میبینم من وسط خیابونه. اوه بسر اینجا چیه؟ این اسکل باز فکر یه جا کرده جدید. کیه؟ بیام اینجا کار کنم. برو بابا اینقدر داره که من کلا شرکتت میخرم. اینجا مردم جمعن بازی پشمان گفتم. آیرون چی میگه اینجا؟ آیرون تبدیل فیلم آیرون سوپرمنه که بیا بازیگر دیدیم آیرون هم دیدیم. واقعا نمیشون میگم باحال بود. حال کردم. ماشین آوزون مثلا خیلی تغییر کرده. اصلا بازی میگم زنده شد. کازینو باز من اومدم ویدیو رو تموم کنم. کازینو یه چیزایی اون فکر کنم خوب شد. آسفالت هم میبینید واقعیه دیگه. آسفالت ها تکسچرش قوی‌تر شده. این دیگه باید آخریش باشه. بابا بپر بالا. کازینو هم چک کنیم. ماشین کیه اینجا پارکه؟ آره وارد شدیم بدون نیاز به نسخه آنلاین. راکستا گوره بابات سریع اکانتمون هم بستی ولی ما راحت اومدیم وارد کازینو هم شدیم. ولی فکر نکنم دیگه قابلیت بازی باشه. چه خبرها داداش؟ دستگاه ها چه خبر رفیق؟ حالا نمشون میگن درد و بلاشون بخور تو سر راکستا. یه چیزی بود باز که این ندر حالا میریزن سرش همین خاصی نمیشه. آره کجا داره این میری؟ خودم نمیدونم. اینا تیلیاردرهای کازینو هم مثلا این بالا دارن نظارت باحاله عالی به شدت عالی. نمیشون میگم اینجا چیه؟
نه خبری نیست. یه الان درصد گشنگیش کمه پس چرا نمیمیره این دفعه؟ چرا؟ فقط اون دفعه میخواست ما رو مچل کنه. یه سری چیزا هستن از رو مپ رفت. چی کار کردم؟ اون احتمال از بعد اون فرودگاه که نتونستیم گیتو پیدا کنی یه خورده مپ پیش میزنه. الان دوباره مثلا اومد رسیدم. آی داغون شدم. با ماشین میتونیم بیام اینجا خرید کنیم. حالا من فعلا میخوام بیام تو. چطوری؟ همه کار کردیم. آخه غذاتم به درد من نمیخوره. نگاه تازه یه ذره این چیز غذاش پر شد. یهو پر شد سیر شه قشنگ. این چیه؟ آب میده تو چشت عجب خریه. نگاه تو صورت رو با این خوردنت. ولی این مکدونالد سیر هم نمیخوام. این غذاش آنچنان چیز نیم بخوریم قشنگ یه درصد گشنگی رو چیز شده بودن. یکی رستوران که این فروشگاه آره فروشگاه. ولی فروشگاه چیزای بیشتری مثلا اضافه شده برای خرید. من الان دارم میخرم چجوری بخورم بابا گشنم. چیپس چیتوزه سیگار بخری نمیکشه. ماربورو نه نمیدونم ما چجوری بخوریم. چیه؟ کافه هاشم کار میکنه. قهوه رو خود نمیشه. چرا میریزی رو سر کلت قهوه رو؟ مشابه همین خیلی ویدیو طولانی شد. هر کاری میکنم یعنی باز یه جایی مثلا میمونه تو بازی که ما ندیدیم. حیفه واقعا اینو زیاد یعنی تایم زیادی میخواد قشنگ بشینیم بپردازیم بهش. تحقیقاتش خداست. من بازی سلام اخباری شما؟ هرکی میخواد بردارم یه فکر کنم خوب باشه. غذا یه ذره غذا گرفتیم جونش نصف گشنگیش برد. الو سلام. یکی چیه؟ زنگ زدم گوشی خبر بده. من گاوه میخوریم. آقا سایلنت خب باشه دیگه این چیه؟ نه الان که خودم هم وقت صحبت کردم. باز دمارت خورد. چیکار کردم مگه؟
اول میخوام یه تست بزنم چی نسه همه شکل همه بچه ها یادش بخیر چه سفری با هم نمید نمیرم بالا آورده این سنان بس این مغازه قبلا اینجا ساندویچی بود. مثل باز گشنگیش کم شد چون بالا آورد درصد چیزش نمی‌زنه بیرون رستورانشون بالا آورده خب باز اینم بگیر بابا بسه گشنگی برطرف شد دیگه چی باشه همه شیپ نه از اینجا بچه ها اون بازیه رو دیدین؟ همون که یارو موهای سفیدی خب دوستان امیدوارم که حال کرده باشین ویدیو خیلی طولانی شد دیگه واقعا دیگه این دفعه جدا قطع میکنم بازم ویدیو میذارم براتون میبینن دیگه همه دوباره کجایی نمیبینم خیلی چیز خفنی بود واقعا دمشون گرم هر چی تعریف کنم کم واقعا یعنی اصلا فکرشو نمیکردم همچین مودی اصلا وجود داشته باشه انقدر بتونه بازی رو زیرو رو کنه میبینین اصلا همه چیز تغییر کرده اینجا هم دیگه چیزی باز اومد یه لحظه بقیله چطوری خانومی؟ سلام کنن در الان میریزن سر حواست کجاست؟ این بالا ببین هر کی با ما در افتاد در درگاه نباید کافه باشه حداقل اینجا هم پروایی کردیم کافهش بشه خرید کرد خدای من خب دوستان دیگه ویدیو تمومه بازم حالا ویدیو میذارم هم از این مود هم از مودایی که در آینده میریزم البته اگه یاری کنه بذارید ببینیم با هم 1 ساعت و 33 دقیقه 1 ساعت و نیمه داریم ویدیو میگیریم دمتون گرم دوستتون دارم میبینمتون دیگه خدا نگهدار